واکنش تتلو بزرگان رپ فارس و کل رپ فارس به فوت شدن مهسا امینی و کلی حواشی جذاب دیگه. با من تا ادامه ویدیوی فوق جنجالی همراه باش که این ویدیو پر از حواشی جنجالی و پایان ویدیو جوایز ویژه دارم برات. برو بریم. خب بچه‌ها، ما قرار بود یه قرعه کشی انجام بدیم که جوایز 6 تا 500 هزار تومان بودن و قرار بود بعد از یک شدن ما قرعه کشی رو انجام بدیم که ما به یه نفر سپردیم که تمام ویدیوها رو بررسی کنه و کسانی که برای همه ویدیو کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن و بقیه چیزها رو بررسی میکنه و اسم اکانت هاشون رو به من میده و این کار یک هفته طول میکشه. یوتیوب هم باید درخواست ما رو تایید کنه. پس ما تا یکی دو هفته آینده اسم برنده ها رو اعلام میکنیم. خب بریم سراغ ویدیو. همونطور که میدونید مهسا امینی فوت شدن و ما به خانواده‌شون از طرف خودمون تسلیت میگیم و خیلی از رپرها و بزرگان رپ به این موضوع واکنش نشون دادن که دیگه صحبتی نمی‌کنم و بریم ببینیم. بچه کسایی که لایو سوال کد دیدن فکر کنم در جریانم. به احترام مهسا و خانواده‌اش ترک ما امروز پخش نمیشه. تاریخ جدیدش رو به زودی اعلام میکنم. عشق دیگه. منم از سمت خودم تسلیت میگم به خانواده محترم مهسا عزیز و به کل ایران. چی بگم؟ خب بچه‌ها، اخبار و حواشی ناراحت کننده امروز رپ فارس رو با هم دیدیم و امیدوارم دیگه هیچ وقت همچین اتفاقاتی نیفته و به خانواده‌شون تسلیت میگم. حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو فعال کنید که جوایز ویژه که اول ویدیو گفتم رو از دست ندید که جزئیات جوایز در دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو هست. خیلی عشقید. خدا نگهدار تا یه ویدیو دیگه.